حضرت استاد مرحبا او طرف من وقتی میام دستشم میگیرم بگی خوشی برادر اهل اسلام راه هوی کنید حضرت بگذره از یک طرف بسه از یک طرف بسه از یک طرف بسه پیش هوی کنید برادر اهل اسلام این ترتیبی نکنید راه هوی کنید خوش آمدن مرحبا حضرت ایشان نوردین جان به خاندان حضرت استاد خوش آمدن نگاه که جورت مرحبا حضرت ایشان نوردین جان و خاندان حضرت استاد خوش آمدن مرحبا نوردین تاج سر مرحبا مرحبا حضرت ایشان نوردین جان حضرت ایشان محمود جان خوش آمدن مرحبا و تمام مهمانانی که از راه دور نزدیک هستند خوش آمدن در خاندان حضرت استاد برادر اهل اسلام راه هوی کنید هر کس در جای خودش در جای گیزگاه شکستن همون مردمان هم دروازه شه برادر اهل اسلام شامدن مرحبا حضرت ایشان نوردین جان و خاندان حضرت استاد و تمام مهمانان از راه دور و نزدیک شامدن مرحبا مهمانان توجه کنید برادر اهل اسلام راه هوی کنید برادر اهل اسلام راه هوی کنید مهمان داخل شد صاحب میکنم اوکی حاجی میگه در پشن آمین وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وفرح منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء
از جمله اصحابی یمین کرده و از این نعمتهای که خدایا براشان وعده کرده حضرت استاد ما رو با نصیب کرده خداوند فرزنداش جای نشین خوب صالح و نامبردار برای حضرت مولانا آمین شما اولا از نام الله نور چشم شانه عزیز شانه برای مصیبت تسلیت و تعزیه عرض بکنم خداوند را در مصیبت گرداند و پروردگار این سفری در حالت پیری آغاز کردی حضرت استاد براش سفری عروسی گرداند و انشاءالله این سفر عروسی است سلام جو ببینش